بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم. جناب آقای عراقچی، شما در سفرهای اخیرتون به کشورهای منطقه که مورد تقدیر رهبر انقلاب نیز قرار گرفت با سران این کشورها ملاقات‌های مهمی داشتید. چه اخطاری درباره همکاری احتمالی اونها با رژیم صهیونی در تهدید ایران دادید و این اخطارها چه تأثیری بر روند وقایع داشت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خب در این سفرها ما مواضع قطعی جمهوری اسلامی ایران رو نسبت به مسائل منطقه و نسبت به دفاع از خودش و دفاع از محور مقاومت به صراحت ارائه دادیم و اینکه جمهوری اسلامی ایران در عزم خودش جدی هست و این مسیری که در حمایت از مردم فلسطین و در مقابله با رژیم صهیونی در پیش گرفته با جدیت ادامه خواهد داد و از این فراز و نشیب ها هم در طول تقریبا 4 دهه گذشته زیاد بوده و اینطور نیست که در عزم و اراده جمهوری اسلامی ایران کمترین خدشه‌ای وارد بکنه و همینطور در خصوص توانایی ایران برای دفاع از خودش و توانایی ایران برای زدن ضربه متقابل به کسانی که قصد تهاجم به ایران رو داشته باشند برای همه اینها تشریح شد و اینکه اگر بهتر کسی سعی نکنه اراده ملت ایران رو و اراده جمهوری اسلامی ایران رو برای دفاع از خودش محک بزنه. این پیامی بود که به همه این کشورها داده شد در کنار پیام ضرورت کاهش تنش و ایجاد روابط خوب همسایگی. ما به اونها گفتیم همونطوری که جمهوری اسلامی ایران مرد جنگ هست، در رابطه با همسایگانش هم مرد صلح هست. ما خواهان تنش نیستیم، ما تهدیدی برای همسایگان خودمون در منطقه خلیج فارس و فراتر از اون به حساب نمیاییم. حساب رژیم صهیونیستی جداست، حساب قدرت‌های خارج از منطقه جداست، ولی در سیاست همسایگی که از دولت گذشته شهید رئیسی شروع شد ما کاملا جدی هستیم و لذا یک دیپلماسی کاملا همه جانبی رو ما در این سفرها پیش بردیم که فکر میکنم نتایج خودش رو هم نشون داد انشالله. آقای وزیر، عزم ایران برای حفاظت از منافع و تمامیت ارضی خودش تا کجاست و آیا برخی زمزمه ها و دعوت های ریاکارانه برای خویشتن‌داری ایران تأثیری در تنبیه رژیم متجاوز دارد؟ من فکر میکنم که ما ثابت کردیم که هیچ حد و مرزی در عزم ما برای دفاع از خودمون وجود نداره. این رو هم در جنگ 8 ساله با رژیم صدام ثابت کردیم، هم در مقابله با دشمنی های آمریکا در طول سالهای گذشته، در مقابله با تحریم های آمریکا و در هر حادثه‌ای که پیش آمده ما ثابت کردیم که هیچ حد و مرزی برای دفاع از مردم خودمون قائل نیستیم. از وجب به وجب که هیچ، از سانت به سانت این خاک و این وطن خودمون دفاع خواهیم کرد، از آرمان‌های جمهوری اسلامی دفاع خواهیم کرد و پای همه این آرمان‌ها ایستاده ایم. این رو فکر میکنم که همه دنیا دیده. نمونه اخیرش هم عملیات وعده صادق 1 و 2 که با قاطعیت اجرا شد و جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران قدرتمندان پای همه تبعاتش هم ایستادن. به عنوان آخرین سوال میپرسم آقای دکتر، عملیات های وعده صادق 1 و 2 در تقویت توان دیپلماتیک کشور چه تأثیری داشت؟ ببینید، اصولا دیپلماسی متکی هست به مؤلفه های قدرت داخلی. خود دیپلماسی هم البته تولید قدرت میتونه بکنه، ولی پیشبرد دیپلماسی بستگی داره به این که این دیپلماسی متکی به کدامی که از مؤلفه های قدرت در داخل کشور هست. دیپلمات ها پشتشون گرم هست به اصطلاح به قدرت داخلی. این قدرت داخلی البته هم میتونه قدرت نظامی باشه، هم قدرت اقتصادی باشه، قدرت سیاسی باشه، قدرت گفتمانی باشه. گفتمان‌هایی که جمهوری اسلامی تولید کرده یکی از مؤلفه‌های قدرتش هست، به اضافه البته صنایع دفاعی خودش و تسلیحات دفاعی خودش. همه اینها هست که یک دیپلمات رو قوی میفرسته توی صحنه و به دیپلماسی به اصطلاح قدرت میده که بتونه
اهداف خودش رو جلو ببره. البته در حین حرکت دیپلماسی خودش هم تولید قدرت میتونه بکنه، یعنی میتونه خودش هم به یک مؤلفه از قدرت برای کشور تبدیل بشه. عملیات وعده صادق 1 و 2 دیگه جلوه کامل قدرت جمهوری اسلامی ایران در دفاع از خودش بود که به نظر من یک موتور یا پیشران پیشبرنده سیاست خارجی ما هست و خواهد بود. ممنونم.